What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call them into freeze. When these people talk too much, put the shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep? سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ این فیلمی که میبینید و من تقریبا 6-7 ماه پیش گرفتم و هر بارم منصرف میشدم که بذارم، ولی دیگه این سری دلو زدم به دریا و واسهتون گذاشتم. اینجا من پای سیب ایتالیایی درست کردم و درست کردنش هم خب خیلی راحته و اصلا نیازی به همزن برقی و حالا این داستانا نداره. فقط کافیه که 2 زرده تخم مرغ، شکر و کره ذوب شده رو با هم دیگه مخلوط کنید. حالا من اندازه دقیق مواد رو توی کپشن براتون میذارم. بعد از اونم که شیر رو اضافه میکنید و کامل هم میزنید تا مخلوط بشه. بعدش هم که آرد و بیکینگ پودر و وانیل باید اضافه کنید. البته اگر که وانیل دل بخواهی، اگر دوست داشته باشید میتونید اضافه کنید، دوست هم نداشتین خب نزنید، اجباری نیست. فقط تنها نکته‌ای که داره اینه که باید حتما تمام مواد رو به خوبی هم بزنید، جوری که اینجوری توی حالا فیلم نشون دادم، اینجوری قشنگ کش بیاد و به هیچ عنوان داخلش هم حالت گوله گوله نشه. من واسه اینکه از قالب 22 استفاده کردم. حالا از هر مدل قالبی که بخواید میتونید استفاده کنید. و بعد از اونم که فقط کافیه که 2 عدد سیب کاملا رسیده استفاده کنید، برش بزنید. سیباتون ترجیحاً رسیده باشه چون خوشمزه تر میشه. خلاصه که درست کردنش واقعا کاری نداره. در آخرم که تمام مواد پای سیب رو میریزید توی قالب. حتما کاغذ روغنی رو فراموش نکنید. بعدش هم که سیبا رو دونه دونه بچینید و در آخرم یکم کره ذوب شده و یکم شکر بریزین روی سر کیکا و بعدم که میره توی فر. تمام. امیدوارم که دوستش داشته باشین.